ایکس زدم حاجی، رفتم تو ماتریکس. یو اول فاز اومدیم بولینگ. علی برگشت گفتش که بازی قبلی من که بردم شما هم زدم جاتون خالی، حالا اومدیم بولینگ. آقا گفتش که بریم بولینگ بازی کنیم ببینیم کار به کجا میرسه. بچه‌ها سابسکرایب کنید، ادامه ویدیو رو براتون میذاریم. دمتون گرم. بازی قبلی ادعا کنی بابا تو به این حرفا نمی‌خوری. آقا بازی قبلی رو رفتیم من بردمش، حالا بریم برای بازی دوم ببینیم تو بازی دوم چیکار کنیم. ما برتاب دستمون خوبه تو این بازی من ساده است دیگه. چی می‌خوای تو عجله؟ آقا بریم ببینیم کی میبره دیگه. بریم اینجا کفشمون رو تحویل بگیریم. کفشمون رو که تحویل بگیریم بعد میریم سر لاین اون عوض می‌کنیم. با بولینگ سر کفش مخصوص داره. کفشش خیلی بالا بولینگ داره. آقا سایز کفشت هم خود اینجا داره دیگه. هر سایز همه سایزا رو بهتون بریم کفش رو برداریم دیگه. چتونی‌ها رو برداشتیم بریم لایک پسر خاله کلا قرمزی من آقا قراره بریم ببینیم. آقا اینجا کدوم لینمون این بود 12. اوکی. بولینگ 10 تا از این استوانه شکلا داره. هر 10 تا دونه‌اش یه پوینته. خب هر کدومو بزنی، اگه 10 تا رو بزنی 10 امتیاز، همینجوری هر تعدادی که بزنی بخوری اوکیه. یه توپ بعد رو بچه‌ها نشون بده. یه وزن مشخصی رو روش داره، یعنی مثلا این زده 11، شما توپ 11 کیلویی بیا جلو بچه‌ها ببینن ببین ناکن. هر توپ یه عددی روش داره، اون عدد بزنی. حالا اولیش باید علی بزنه ببینیم چه جوری. آقا این اولین توپیه که من می‌خوام بزنم. به نظرتون تو کامنت‌ها بنویسید این بازی رو دیگه من میبرم یا حسین میبره. داشته باشید. ضربه اول چند تا زدم؟ 3 تا. آقا تو هر سری بازی هر نوبت باید 2 تا توپ بزنیم. الان توپ اولی که من زدم 3 تا پوینت گرفتم. اینو میزنم ببینم. برو بریم یا علی. من تا زمانی که زنده‌ام میدونم که مثل من دیگه نمیاد. خراب کردم اینو. داداش بعد بازی انتخاب کردی. با ما لوریم آجر پرت می‌کنیم. باز شروع کردی. نگاه کن کارو. نه وایس. سبز متالیک. کارو بگیر داشلی. بزن داداش بزن ببینیم چه می‌کنی. چند شدی؟ 3 شدی فکر کنم. 5 بنازم. تو اولین پرتاب بازی من 5 تا توپ زدم. الان میخوام برم برای دومین پرتاب. آهنگ خوبی هم پلی شد. ماشاءالله. بگیرم ناپلونی ره؟ بزنم سلطان. چند شدم؟ 6. پارت دوم ضربه سوم. تو پوله. حالا ببین اساسیت کار 2 تا دونه مونده. ببین میزنم یا نمیزنم. به جا کوری خوندن و چوسی اومدن توپتو بزن. چند کیلوییه این؟ این توپ کیلویی سوپ شماره 13. ایوه برو بریم. آقا 2 تا دونه نمیشد بزنم. نمیخورم. دیدی نتیجه کوری خوندن چیه آقای رضایی؟ برو. واه چی زدم؟ 8 بنازم. بر شبل شادانه بگو. بابا بنازم.
بالاخره فهمیدم تو چه بازی خوبم آجی. بولینگ یس با یه توپ همه‌شو بزنم. ببین چیکار می‌کنم. یه کنار. A few moments later. برو بریم. حاجی ایکس زدم حاجی، رفتم تو ماتریکس. یو اول فاز تو خراب کردی همه چیز خوده. فرامرزه میرم تای شاپور. میخوام چشم بسته پشت سری بزنم. اینجوری میخوام بزنم. نو یه هم نگیر آقا نگیر. بدم کن بابا بدم. با یه توپ همه رو زدیم. با دو توپ یه دونه الان ببین 10 تا ببینی آخر با یه توپ همه رو زدی. این ران غرور برات داشت. چوسی دقیقاً. ببین بچه‌ها غرور خیلی چیز بدیه. ای جلوه برو چیکار کنم آقا. دستم افتاده چی؟ برگام پرام همه هرچی ریختنیه ریخت. رضایی باختن چه حسی داره؟ دوست ندارم کوچه دوست ندارم. آقای رضایی عزیز چی شد داداش 50 40 اینجا نتیجه هست ولی یه دقیقه به بچه‌ها نشون بدیم 50 40 ببینیم چه می‌کنیم دیگه. بزنیم ببینیم